هذا النور شفاء صدور. حضرت عبدالله ابن مبارک و بعضی علما گفتند ابن سیرین جوانی بسیار زیبا و یاردمچی دکان یک مرد سوداگر بود. یک زن به عبدالله ابن مبارک عاشق شد. یک روز آن زن برای خرید به دکانی که عبدالله کار میکرد آمد و بسیار مال خرید. بعد خرید گفت یکم این که پولم را فراموش کردم که بیارم. دوم این که من این بارها را برده نمیتوانم. به صاحب دکان گفت که این شاگردت عبدالله را با من بفرست تا بارها را به خانه من ببرد. حضرت عبدالله بارها را به خانه آن زن برد. آن زن به عبدالله گفت بارها را به آن اتاق ببر. وقتی که عبدالله بار را به آن اتاق برد ناگهان آن زن خود را زیبا و زینت کرده در آمد. عبدالله فهمید که به فتنه بزرگ دچار شده است. عبدالله گفت بارت را بگیر من رفتم. زن گفت من خریدار مال تو نبودم بلکه خریدار خود تو هستم. عبدالله او را نصیحت کرده گفت از خدا بترس. زن گفت من عاشق سخنهایت هستم و من تأثیر نمی کند. عبدالله گفت من از خدا می ترسم، خداوند ما را دیده ایستاده است. وقتی که حضرت یوسف علیه السلام را زلیخا به چنین کاری بد دعوت کرد حضرت یوسف علیه السلام گفت من از خدایم شرم می دارم و می ترسم. زلیخا هم گفت من از خدایم شرم می کنم و روی بتش را با روی مالچه پوشانید. زلیخا از یک بت شرم داشت. پس من از خدایی که بیناست، شنوا، زنده است چگونه شرم نکنم؟ زن گفت دو راه داری، یا با من همخوابه می شوی یا اینکه به بیرون رفته صدا می زنم که این جوان به من قصد بد داشت. عبدالله گفت پس اجازت بده تا 2 رکعت نماز بخوانم. زن گفت بخوان، اما با نماز کارت حل نمی شود. جوان به سجده رفت و گفت خدایا یا مرا از این دام نجات ده یا جانم را بگیر، یا به زندانم بفرست یا آزادم بکن. و در این وقت خداوند در ذهن عبدالله فکر آورد و جوان به آن زن گفت اجازت ده به حاجتخانه روم برای قضای حاجت. عبدالله به حاجتخانه رفته و تمام لباس و بدنش را پر از نجاست کرد. بعداً به درون خانه آمد. زن وقتی که این حالت را دید گفت بیرو گم شو تا تو را نبینم. حضرت عبدالله از خانه برآمده رفت و از هر کوچه‌ای که گذر میکرد تا 7 روز بوی مشک و عنبر از آن کوچه نمی رفت و به عبدالله لقب ماندند که مرد مشک خداوندی، در بدن او بوی جنت بود. بهترین قصه بود دوستان، این نوا را نشر کنید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.